سلام، به کانال آشپزی با سارا خوش اومدید. آموزش کتلت خوشمزه مامانپز رو در خدمت شما هستیم. بریم که شروع کنیم. برای شروع کار سیب زمینی ها رو با رنده ریز رنده می کنیم و آب سیب زمینی ها رو می گیریم. پیاز ها رو هم با رنده درشت رنده می کنیم و آب پیاز ها رو هم می گیریم و 500 گرم گوشت چرخ کرده بهش اضافه می کنیم. به اضافه ادویه هایی که توی کپشن هم نوشتم. یه دونه تخم مرغ رو توی مواد کتلت میشکنیم و حسابی ورزش میدیم. از مواد کتلت توی دستمون شکل میدیم و توی روغنی که نسبتاً داغه سرخش میکنیم. وقتی یک طرف کتلتا سرخ شدن، طرف دیگر رو هم سرخ میکنیم. این غذای خوشمزه رو بپزید و نتایجش رو با ما به اشتراک بگذارید. نوش جان.